استفاده گریس پمپ رو براتون بگم. گریس پمپ یه وسیله برای گریس زدن جاهایی که گریس خوره داره. توی گریس پمپ سریای مختلفی داره، یعنی میتونه کشایی باشه، میتونه مثل این باشه و موردهای دیگه ای داره که حالا من فعلا همینو دارم، این سریش. خب برای اینکه اینو بازش کنی و داخلش رو گریس کنی باید بریم اول اینو بگیریم، چون احتمال داره داخلش گریس داشته باشه. اول اینو میکشیم، اگر اومد پایین یعنی که اینقدر داخلش گریس داره. وقتی آوردنش پایین این زامنش رو ببینید، این زامنه میگیرین و شروع میکنین به باز کردن اون. ببینید دست رو اونه، بازش میکنین، چون اگر اون زامنه نگیرین گریس ها میاد بیرون. اینو بازش که کردین ببینید داخلش گریس. حالا این تو همون حالت دیگه الان خودش وای میسته چون تحت فشاره. حالا با رو تا انگوش گریس میذاری سرش. این سبکیه که من گریس میکنم. خیلی هم میان اول این اهرام میکشن، ببینید این بکشین و این انگشت اینجا نگه دارید، این دفعایی. خیلی اول این بنداش رو خالی میکنن بعد گریس میدارن داخل. ولی من چون با این کار احتمال اینکه داخلش هوا داشته باشه هستش، اول سطحش رو پر میکنم بعد اینو میدم پایین. اینا به این شکل ببینید، دقت کنید. بعد باز دوباره اینو اینجوری میگیرم و باز دوباره رفت پایین و اینو داخلش گریس میریزم. بعد این تهاش بچه‌ها صفر میشه، یعنی فنرشون تحت فشار قرار میگیره دیگه. شما با دو تا دست اینو یکم سختی که بکشینش پایین فنرشو امیدش رو. همون خاطر من بین دو تا پام میذارم و اونو میکشم. با دو انگوش باز اینجوری این میلتون به ته برسه اونجا گیر میکنه و دیگه شما بیشتر از اون نمیتونین گریس بزنین و اونو بکشین. اونجا دیگه این گریس پمپور شده و شما سرش رو قشنگ لب به لب ببینید اینجوری صافش میکنید. خب و درش رو بستنش هم مثل پیچ ساعتگرد بسته میشه، پا ساعتگرد هم باز میشه. بعد حالا وقتی که این پر بود دوستان این زامن رو فشار میدین در این جهت، چون تحت فشار مقدار سفته. خب اینو این جهت فشار میدین، اینجا فشار، بعد اینو میدین میدهش رو میدین بالا و تمام. این الان گریس پمپ آماده گریس زدنه. ببینید من دسته که میزنم گریس
گریس از سرش میاد. و این اتمام آموزش کار با یک گریس پمپ خیلی ساده و کوچولو که به جایی که میخواین گریس بزنین شاید، یا اینو اگر جایی دیدی بهش میگن گریس پمپ. خب دوستان تا ویدیوهای بعدی خدا رو به شما میسپارم. ممنون از نگاه زیباتون.